دوستان عزیز سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل گیمینگ صدخندان. آخ بچه ها سلام. یا بلفظ برو گم چه سر کارت. ما یه چنل اصلی داریم به اسم صدخندان که میتونید برید اونجا ولاگ میذاریم، چالش میذاریم، کاری با نمکی میکنیم. اگر دوست داشتید میتونید اونجا رو سابسکرایب کنید. ویدیوی اول گیمینگمون هم دیدید احتمالاً، اگر ندیدید حتما ببینید. ویدیو سی آف تیوز یکی از گیم‌های محبوب منه، خیلی دوستش دارم و به نظرم خیلی ویدیوی با نمکی شد. اگر ندیدید حتما ببینید. آقا امروز یه بازی رو میخوایم انجام بدیم که محبوبه، قبلا محبوب تر بود شاید ولی الان هم محبوبه. بازی پس 21 که آخرین سری پس بود و بعد از اون دیگه ای فوتبال اومد. منتها این پسی که من دارم بازی می‌کنم هیچ ارتباطی به پس نداره. یعنی چی؟ یعنی همین اول کار من یه تشکر بکنم از تیم مودینگ وی، اگه اشتباه نکنم پچ‌های خیلی خفنی درست می‌کنم برای پس و فیفا و سری بازی مختلف و میتونید ازش استفاده بکنید. این پسی که من دارم رسما پس 24 پس 25 به حساب میاد. یعنی تمام تیم‌ها آپدیت همین امسالن و گرافیک بازی خیلی خوبه، شرایط بازی خیلی باحاله. کلا قرار فضای جالبی رو تو گیم داشته باشیم. زودتر بریم سراغ گیم ببینیم که چه اتفاقی قرار بیفته. خب آقا این منو اصلی بازیه که دارید میبینید. حالا پایین پشت کامرای منم خیلی چیز خاصی نیست، همون جمله هست، میشه اطلاعات رو بررسی نموده بابت هر بخش. کل منو فارسیه، یعنی میتونید کاملا فارسی ببینید همه چیزو. ما بریم تو بخش مستر لیگ که یکی از بخش‌های نوستالژی پس رسما. دو تا بخش داره. اینه چیزی که ما تو فیفا هم میبینیم دیگه، ترکیب اصلی تیم باشگاهی، ترکیب اورجینال. میتونید تیمتون رو بسازید، تیم خودتون رو داشته باشید یا با تیمایی که الان هستن بازی بکنید، که ما قطعا تیمایی که هستن میبینید همه جور لیگی داره دیگه. لیگ انگلیس رو داره، لیگ فرانسه، لیگ ایتالیا، لیگ اسپانیا، تا لیگ روسیه و اینا همه چیز رو داره. کاملا هم لاینسنس، یعنی فول لاینسنس، شما میتونید بازیش بکنید، ازش لذت ببرید. خیلی چیز باحالی. اما بخشی که ما باش کار داریم، حتی میبینید لیگ عربستان هم داره، الناس تیما کاملا لاینسنس. لیگ برتر خلیج فارس که میبینید، لیگ قهرمان آسیا هم داره، جام حذفی هم داره، سوپرکاپ ایران هم داره، جام باشگاه جهان هم شاملش میشه. منتها اینو من بهتون بگم، چند وقت پیش تیم مودینگ وی که این پچ ها رو درست میکنه یه آپدیت جدید داده برای دقیقاً همین فصل دیگه، یعنی خیلی دیگه آپدیته و مثلا توش دیگه لیگ قهرمان آسیا وجود نداره، لیگ نخبگان وجود داره، عین واقعیت و بازیکن‌ها هم همون حالتن. من هنوز نتونستم اون آپدیت رو بگیرم، برای همین آپدیتی که من الان دارم مال مثلا یه سال قبله. یعنی شما ممکنه چند تا بازیکن مثلا ممکنه جابجا باشن هنوز، یا اینکه مثلا لیگ قهرمان آسیا ببینید به جای لیگ نخبگان. حتما وقتی بتونم اون آپدیت جدیدش هم میگیرم و با تم اصلیش میریم. اما اینم تقریبا همونه دیگه، تفاوتی ایجاد نمیکنه. بریم سراغ لیگ برتر خلیج فارس. آقا من برای شروع صادقانه بخوام بهتون بگم، شرایط تیم‌ها رو بررسی کردم. این شغال داره میاد یه تیکه بنده. استقلالتو بردار. حتما تیم مورد علاقتون رو تو کامنت بنویسید، اصلا مشکلی وجود نداره. پرسپولیس بازی کن زود باش. این فصل تموم شه، فصل بعد با اون تیم میریم، اصلا مشکلی وجود نداره. من با یک دلیل دیگه ای میخوام برای شروع تیم استقلال رو انتخاب کنم. دلیلم هم شرایطیه که این تیم داره الان دیگه، یعنی هوادارش حال نمیکنن با شرایطشون، خیلی البته کم کم دارن خوب میشن دوباره با این مربی جدیدی که دارن، ولی شرایطشون خیلی خوب نیست، خیلی راضی نیستن بعد از اخراج جواد نکونا و تیم شرایط خوبی نداره. فکر کردم با استقلال شروع کنیم بهتره، استقلال رو به اوج برسونیم. بگو میشم مگه اینکه فقط تو بازی استقلال بتونه قهرمان شه. آقا اصلا استقلال پرسپولیسی وجود نداره. خب آقا استقلال برداریم برای شروع به نظرم و سری فصل‌های استقلال پیش ببریم. یه سری مربی داره، مربی آماده داره، میتونید انتخاب کنید از خارجی ها که مثلا چه میدونم ویکتور والدز و لوکاس تونی و وین رونی بگیر تا پویول و خیلی دیگه، ماسکرانو که الان مربی اینتر میامی، ایکر کاسیاس، خیلیا فیگو، خیلیا هستن، حتی گواردیولا اینا هم داره، مارادونا. مثلا فیساشون رو ببینید عین خودش خیلی خوبه فیساشون. از اینجا کم کم ما مربی ایرانی‌ها رو میبینید. منصور پوریدری برگام، فیسه چقدر شبیشه.
بنده خدا رحمتش کنه. منصور پوریداری که از اسطوره‌های باشگاه استقلال هم هست، فیسشو داره. علی پروینو داره. علی پروین داره. علی پروین دستاش قطعه. مثلا فراز کمالوندی داره. چرا اصلا علی دایی داره. علی داییش خیلی نسخه نوستالژیشه ولی خب، و فرهاد مجیدی رو داره حتی. ولی خب نظر خودم این بود که بیشتر فیس جدید انتخاب بکنیم و خودمون باشیم. اماد جان ما بخوایم وارد مسابقات بشیم به عنوان مربی، پیشنهاد شما چیه؟ من با یه چهره جدید برم یعنی شخصی سازیش کنم و اینا، یا با شخصیت یکی از مربیای ایرانی؟ کیو دوست داری؟ کیو خودت دوست داری که باشی؟ فرقی نمیکنه آخه، خیلی دوراهیه برام هر دوش. من الان داشتم به بچه‌ها گفتم علیرضا منصوریان رو خیلی دوست دارم. من میگم چون اینجا ایرانی‌ها رو داره، خب یه دونه ایرانی بردار، بعد تو اف سی شخصی سازی خودت. بعد از سالها آی ایده خوب داد. پس علیرضا منصوریانو طبق چیزی که آدم گفت یه ایرانی بردار. ما آقای منصوریان خیلی دوستش دارم. ما با آقای علی منصوریان رفتیم، اسمش هم میذاریم باشه. کت شلوار بذاریم. حالتهای دیگه چیه؟ پیراهن بعد چرا کاپشن تنشه؟ لباس ورزشی. وا این بهتره به نظرم تا کت شلواره. با عنوان علیرضا منصوریان اضافه شدیم به تیم استقلال. میدونم هم که خیلی طرفدار داره ایشون با میمایی که داره. اومد اولین کسایی که دید به نظر سید حسین حسینی و رافائل سیلوا و میخواد با اینا صحبت‌های اولیه‌اش انجام بده. آقای یامگا رو می‌بینی. میگم بعضی بازیکن‌ها ممکنه مثلا مثل پارسال بشه اینه. مثلا یامگا الان تو استقلاله و کاش همیشه تو استقلال میمون. این کارا رو باش نمی‌کردم. بعد رفته تو راهرو. ابوالفضل جلالی بود فکر کنم. دستت باش حرف زد. تابلوها رو دقت نکردم واقعیه یا نه واسه چیز. آره با مدیرو مثلا اون یارو با کلاس خیلی خفنه الان مثلا سمیعی بود. همه چی اینقدر پیشرفته اساسا تو فوتبال ما. بله آقای منصوریان نشسته با لپتاپ ایسوس. هم لپتاپ ایسوس هستی. آقای منصوریان میگه که راجع به هدفاش میخوایم حرف بزنیم. اینا به عنوان مدیر ورزشی فکر کنم امسال هدفمون این باشه که قهرمان بشیم. نظر آقای منصوریان چیه ما باید بگیم چون الان ما آقای منصوریان هستیم. ببین نمیدونم بذار گزینه‌هاشو بده ببین چی میگه. گزینه‌هاش اینه که اصلا چطور ما بریم برای قهرمانی تو لیگ. من موافقم یعنی بریم برای قهرمانی. هدف ما باید رسیدن به لیگ قهرمان آسیا باشه. ما باید در لیگ قهرمان آسیا قهرمان بشیم. بین این سه تا من همیشه کلا مثلا دوست دارم یه تیم قهرمان آسیا بشه دیگه قطعا. ولی نمیدونم موافقت کنم یا نه. من میگم ما باید در لیگ قهرمان آسیا قهرمان بشیم. اینو بگیم. ترجیح اینه که قهرمانی آسیا. بله آقای منصوریان هم همین رو داره ادامه میگه و این از ورود ما به باشگاه استقلال. اولین کنفرانس مطبوعاتیمون برو بریم میبینید دیگه، لوگو و تبلیغات و اینا همه این واقعیت. انصافا خیلی خوب در اومده همه چی، جدی باحاله. دارن تبریک بهمون میگن و شانس قهرمانی در لیگ برتر در اولین سال خودتون. راجع به قهرمانی لیگ دارن صحبت میکنن. ما گفته بودیم میخوایم قهرمان آسیا شیم، چرا متوجه نمیشین؟ شانس قهرمانیتون چقدر؟ ما قهرمان میشیم و بعد به تیم‌های دیگه احترام بذاریم. ما جاپامون رو محکم میکنیم. قهرمانی لیگو نمیخوام وعدهشو بدم چون هر کی وعده داد فاجعه به بار آورد. ما باید به تیم‌های دیگه احترام بذاریم. بچه خیلی سوبر دارم میرم جلو، ان شاءالله که حل بشه. چقدر جمله خوبی انتخاب کرده بود. میگه ما در مورد شانس قهرمانی توهم نداریم، یعنی میره برای قهرمانی ولی قطعی نمیدونه اینو دیگه، احتمال شکست هم میده به خودش. خیلی سوال خوبی بود. سبک فوتبال شما آقای منصوریان چه سبکی میتونه داشته باشه فوتبالش؟ حاجمات انتخاب بود. من میخوام یه فوتبال پاک و جامع. خود علیرضا منصوریانه، یعنی اصلا جمله اونه. من دوست دارم این نمایش خوب رو به اجرا در بیارم. دوست دارم ببینم که بچه‌ها سخت کار میکنن ولی خودم دومیو بیشتر دوست دارم نمایش خوب رو به اجرا در بیاریم.
من عقیده دارم که نمایش خوب به همون اندازه بردن مهمه. اگه میخوای برنده شید مطمئن شید که سبکتون سبک برد این نوع فوتباله که هوادارا میخوام ببینن و هدف ما اینه که بهشون نشون بدیم. این شروع دوران مربیگری شما ابتدا پیام خودتون رو ببینید و فلان این حرفا. حله. این منوی اصلی بازیه و این پایین تقویم بازیاست. تو بازی آینده تو میتونی ببینی. چه شروع عجیبی هم داریم. گلگوهر، نساجی، هوادار، تراکتور. اصلا خیلی جالب شد. جدول اون بالا سمت راست می‌بینید. کسی که پس 21 بازی کرده باشن این آشناس براشون دیگه. تعداد هواداران رسمی 42901 نفر. با چه منطقی استقلال 42000 نفر طرفدار داره اصلا؟ مگه میشه؟ اسپانسرامون اون پایینه و میدونم که با هر برد و هر نمایش خوب و اینا این تعداد هواداران بیشتر میشه. راجع به کنفرانس مطبوعاتیش هم دارن خبرا رو همون بالا میزنن. ما بریم تو بخش مدیریت تیم. ترکیب تیمو بچینیم. اول بهتون بگم مثلا چه بازیکنایی داریم. تغییر ترکیب سیستم تیم. من سیستم مورد علاقه‌ام این میتونه باشه 442 این شکلی، اما 3 مهاجمه دوست دارم. این 433 من سیستم مورد علاقه‌ام و دوست دارم که 4-3-3 بازی کنیم. حالا بازی کنه دروازه‌بان 3-2-3 حسینی به نظرم الان ایدئالشه دیگه، یعنی از حسینی بهتر نداریم. دفاع وسطا رو رافائل سیلوا روز به چشمی رو گذاشته که من روز به چشمی میرم تو هافک میکنمش هافک دفاعی چون همیشه بهتر جواب میده. دفاع راست ایمان سلیمی رو گذاشته که من جاشو با هردانی عوض میکنم. یعنی مثلا آپدیت امسالش بود قطعا رامین رضاییان بود دیگه این سمت، یا کاکوتا و اندونگ و اینا رو داشتیم. من میخوام با تیم ضعیف‌تر حتی ببینید اوضاع چقدر خرابه. سال هردانی راست، رافائل سیلوا و واسه دفاع وسط اینجا مرادمندو دارم، آرمین سهرابیان هم دارم، میلاد فخرالدینی هم بهم پیشنهاد داده ولی من مرادمندو میذارم. بعد جالب مثلا محمد حسین اسلامی رو داره، چه جالب اسلامی رو ما داریم اینجا. دفاع چپ نیک نفس که قطعا نه، میلاد زکیپور رو داریم و ابوالفضل جلالی دیگه احتمالاً که ابوالفضل جلالی ترکیبه. ابوالفضل جلالی می‌بینیم دفاع چپ چون خیلی خوبه. جفت هافکامون رو باید عوض کنیم. الان کیا رو داریم حاجی؟ مهدی پور، آرش رضاوند، امیرعلی صادقی، میلاد فخرالدینی، اسلامی رو میگه میتونیم. خیلی اوضاع هافکامون خرابه اصلا نمیدونم چیکار کنم. من مهدی پور و رضاوند و با تمام عدم میل باطنیم واقعا میذارم، چاره ای نداریم فعلا ان شاءالله که خیر. آها نمیتونیم یه چیز کنیم. ماشاریپوفو میارم، چرا نیارم؟ ماشاریپوفو میارم. مهدی پورم خدایی بهتر از رضاونده به نظرم. مهدی پوری بیاد اینجا، بلانکو، من مرداد محمدی رو میارم راست چون پا چپه و اینجا کوین یامگا رو استفاده میکنم. آقا یامگا کجایی؟ کوین یامگا، بله دقیق. خب آقا این ترکیب اصلیمون شکل گرفت. این به نظرم بهترین ترکیبی که میتونیم داشته باشیم. حالا رو نیمکت مثلا محمد حسین اسلامی رو داریم، اوضاع هجومیمون بهتره چون مال سال قبله. محمد حسین اسلامی رو داریم، مثلا رضا میرزایی رو داریم که من خیلی دوستش داشتم تو استقلال، اصلا نمیدونم چرا اوضاعش اینجوری شده، خط ایستاده داریم. مثلا خیلی بازیکن با استعدادی بود. پیمان بابایی هم داریم برای مهاجم نوک و همینطور آرمان رمضانی عزیز، محبوب دلهای هوادار استقلال، همانند جعفر سلمانی، همانند آرش رضا رو نیمکت داریم استفاده میکنیم. سبک حملمون ضد حمله باشه یا بازی مالکانه باشه؟ بازی مالکانه من دوست دارم. به نظرم ضد حمله به نظرم همون بازی دفاعیه میشه دیگه. بیای تو دفاع توپو بگیرید تو ضد حمله کاری بکنید. سازنده پاس بلند، پاس کوتاه من بیشتر دوست دارم. پاس بلند احساس میکنم یه حالت بکش زیرشی داره. منطقه حملمون کناره باشه یا مرکز؟ کناره باشه. از گوشه ها به نظرم میتونیم بیشتر کار بکنیم. شناور باشه جاگیریشون، یعنی جابجا میشن، ثابت وای نمیستن. فشار خط مقدم وقتی تو بعد دست میره بازیکن از همون جوری فشار میان تو توپو تصاحب کنه. این خیلی دوست دارم. بازپسگیری تو سریع اتفاق بیفته من خیلی حال میکنم. این به نظرم بهترینه. ناحیه مهار، میانه، کناره، میانه خوبه، همون وسط کارو بگیرم. این به نظرم اوکی. آقا ما شاکله اصلی رو چیدیم. من میگم که ما بازی اول لیگمون رو انجام بدیم،
و تو پارتای بعدی دیگه شروع کنیم به ترتیب بازی رو رفتن جلو که برای پارت اولم خیلی طولانی نشه، چون کلا نمیخوام خیلی با جزئیات پیش بریم، چه اینو چه FC25 که در ادامه خواهیم داشت، چون که اگه بخوایم با جزئیات پیش بریم خیلی دیگه پارتاش طولانی میشه، ویدیوها ممکنه حوصله سربرتر بشه. به نظرم جذابیت ویدیو به اینه که مثلا بازی کنیم و بازی‌ها رو پیش ببریم. فکر می‌کنم شما هم اینجوری بیشتر دوست داشته باشید. ترجیح می‌ذاریم روی که دیگه برای تمرین اختصاصی و نمیدونم این چیزا زمان نذاریم، بیشتر روی این کار بکنیم که زمان رو پیش ببریم، بازی‌ها رو انجام بدیم و بریم جلو. الان بازی اولم با گلگهر تو لیگه. راجع به نقل و انتقالات هم این که بازیکن بگیریم یا نگیریم بودجهمون خیلی کمه فصل اول و فکر نمی‌کنم بازیکن خاصی بتونیم بگیریم، ولی ممکنه تو پارتای بعدی بریم سراغش. بریم سراغ هفته اول دیگه. هفته اول استقلال، بله افتتاحیه لیگ. افتتاحیه لیگو ببینیم. اولین فصل و اولین مسابقه شما به عنوان مربی چه حسی داری؟ سوالی که خبرنگار پرسیده. جواب چی میتونیم بدیم؟ یه شوره قدرتمند کلید قهرمانیه، باعث افتخار هواداران خواهیم شد، ما آماده مواجهه با اونیم. به نظرم منطقی ترین پاسخ همین آخری است. ما آماده مواجهیم. به به، رخکن استقلال هم اومد. حریف سرسختیه اما این دلیل بر ترسیدن ازشون نیست و اینا داره انگیزه میده دیگه. داشلی منصور کارو جمع میکنه. اون پشتم سمیعی و بچه‌های هولینگ و اینا وایسادن. متناشو خودتون میتونید بخونید دیگه، زیر نیست فارسی، من دیگه تکرار نکنم که تکراری باشه. دارم میذارم که ببینید. به به، تیم آماده است. خب ترکیب بریم چک کنیم، چون یکی از نکات مهم اینه که آمادگی الان بازیکن چیه. مثلا شرایط تیم نرمال بجز مهرداد محمدی، به نظر خیلی خوب نیست شرایطش. محمد حسین اسلامی به نظرم انتخاب خوبیه بخوایم بذاریم جاش. رضا مرزویی بچه‌هام هستن. ما آرمین سهرابیان که اوضاع خوبی نداره هم عوض میکنم با میلاد زکی پور که نیمکتمون هم اوکی باشه. ترکیب اولمون خوبه، مهدی پورمون تو اوج دقیقاً خیلی اوضاعش خوبه، حسینی خوبه، اسلامی خوبه اوضاعش، بقیه هم یه حالت نرمالی دارن. طبیعیه دیگه اول فصل زمان میبره تو اوکی شه. به به، ورزشگاه آزادی و میبینید دیگه چقدر شبیه واقعیت ساختن بچه‌ها، جدی خیلی خفنه. استادیوم آزادی رو خوب ساختن. جیم بیگلین و پیتر دروری واقعا یه روزی فکرشو میکردید استقلال گلگهر گزارش کنن تو استادیوم آزادی، انصافا. بازیکن آماده روز هم هست، وسط روز ترموز یکی 100,000 هوادار ورزشگاه آزادی که خیلی وقت نداریم نشستن تو واقعیت. امیدوارم که داشته باشیمش. آقا ترکیب چیزی بود، سیبیله کی بود؟ چیه؟ محمد اسلامیه؟ من گذاشتمش تو چون عجیب بود قیافش. ترکیبا رو هم دارید میبینید و برو بریم سراغ بازی اول. ببینیم که کار دست خودمه، میخوام که بهتون نشون بدم سبک بازی درست یعنی چی. الان یه فاجعه ای. آقا بازی اول مثل لیگ هم میدونید دیگه همیشه خیلی سخته. بازی اول اصلا عجیب غریب سخته. امیدوارم که بتونیم از پسش بر بیایم. So new season and for so many too, of course that means new boss. It does indeed, no question. That's been a big کمی talking point. تأخیری بازی می‌کنیم. مهدی پور با خیلی بد دارن پاس میدن و چون خوندم راجبش فکر می‌کنم این به خاطر همین بازی اول بودن از این هرچی بگذره احتمالاً بهتر میشه این موضوع تو تیم. الان تیمت اوج ناهماهنگیه دیگه، هیچی برای ارائه نداره. یه سانتر رو بکنیم ببینیم چی میشه. وا گرفت، اخباریه دروازه‌بانش. اینش جدیده به نظرم، پارسال نمیدونم اخباری بود بکنم، پارسال تراکتور برسید جون مادرتون. چرا اینجوری میکنی؟ خیلی دیگه تیم ناهماهنگه، کف کردم. بیشتر نباید به کیفیت اعتماد برعکس چیزی که آقای منصوریان گفت به نظرم فکر کنیم تو این بازی.
با توجه به چیزی که من دارم میبینم فقط یه جوری در بیاریم بازی ها رو، یه اتفاقی چیزی ما یه گل بزنیم کار جمع شه. این تیم اصلا در حد قهرمانی نیست. چی کار کرده این دوستمون رو نکنم. نیمه اول تمام شد دوستان، نیمه اول تمام شد 0-0 مساوی. بازی اول تو آزادی کلی امید همش خوابید یعنی هیچی نمون. آقا برو بریم با غیرت بچه ها. من مطمئنم که ما کارهای زیادی میتونیم بکنیم. اسلامی جون مادرت پاسو برسون. وای اگه میزه شوتو میزدم تموم بود جدی. یا ابوالفضل خیلی ناهماهنگ تیمه، اصلا نمیدونم چی کار دارم میکنم، زیادی دیگه ناهماهنگن. شوتو زد وای گلم خوردیم. یه سخت شد. That is just remarkable, the amount of bend he got on that. Running out of time and still a goal behind. Right through the middle. Goes for goal! Oh, that's an own. چه گل به خودی بدی زد. اصلا نفهمیم چرا این کارو کرد واقعا. Oh, looks like he's been taken out there. Oh, that is asking for trouble. وای وای عجب فرصت بود. توپ میرسید تموم بود. آقا اصلا ناامید نشید، این تیم به اوج میرسه. اصلا به دو گل که خورده توجه نفرمایید. بازی اول بود. کارو جمع میکنیم به زودی. چه ضربه سر فاجعه‌ای میزنه آقا. به چشمی. پاس تکنیکی دادم عشق کنید. سانتر نتونست کنه آقا. ماشاءالله گفت تمام. بازی اول 2-0 باختیم. به گلگوهر هم باختیم ولی اصلا مشکل نداره چون بازی اولش خیلی سخته دیگه. مثلا اینقدر ناهماهنگ تیمه خیلی چیز طبیعیه. ولی بذاریم نتیجه دیگه چی. اوه پرسپولیس چقدر قوی شروع کرده کارو. 4-0 برده شمسازه رو. اون بالا رو شما نمیبینید. استقلالیم همون اولیه چادر ملام که پایینیشه. نتیجه جای سپاهان هم مدعی آوردن دیگه. تراکتور فقط باخت. ما تراکتور باختیم. تراکتور به خیبر باخته، ما به گلگوهر. ولی با یک باخت هیچ اتفاقی رخ نمیده. بذار ببینیم واکنشی نشون میدن. الان 12میم و پرسپولیس اوله. پرسپولیس اول ما 12میم. بیار تو پارتیک ببینیم. داشلی منصور ناامید از باختی که داد. حسابی قاد زده ما تو مسابقه بهتره کنیم. ان شاءالله. میدونم ما برمیگردیم مطمئنم. بله برخواهیم گشت. به شروع بعدمون نگاه نکنید آقا. خیلی تیم ناهماهنگ بود. هیچ فرقی با واقعیت نداره. از هفته اول رفتیم تو فشار به خاطر باختی که دادیم. بازی بعدیمون با نساجیه و فکر میکنم که ما برمیگردیم جدی. منتظر پارتی بعدی این ویدیو و سری ویدیوهای FC25 باشید. لایک کنید این ویدیو رو، سابسکرایبمون کنید، دنبالمون کنید. کل چنل ما ویدیوهاش اینجوری نیست. گیم‌های مختلفی داریم. سی آف تیپس قطعا پارتی بعدیش خواهیم داشت. و منتظر لایو استریم‌های گیمینگمون باشید روی این چنل. چاکر. چند شدی شما؟ بازیش باختیم بازی اول هدا. پس که اینطور باختید. طبیعیه بازی اول خیلی ناهماهنگه. همه بازی‌ها همینه. داغون. با بازی اول باختم. این همه بازی مونده میبرم. پارتی بعدی میتره. به امید خدا. ان شاءالله که بچه‌ها حالشو ببرن. دست تکون بده برات ببینم. کدوم دستم دیده میشه؟ این دیده این میشه. دیده بچه‌ها خداحافظ. خدا. برو گم شو. خداحافظی می‌کنی؟ گم شو گادافار تو بازی کن. گم شو. براتون گادافار ویدیو میگم. گم شو گادافار تو بازی کن. استریم گادافار دیگه.